ضمن عرض سلام و ادب، سال نو رو تبریک میگم بهتون. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشید. همینطور بسیار ممنونم که این نرم افزار رو برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تو کشور عزیزمون انتخاب کردید و به دوستانتونم پیشنهاد کنید تا این فرهنگ کتابخوانی در کشور رواج داشته باشه. نرم افزاری که در پیش رو هست نرم افزاریه که اطلاعات مفید شما رو در یه سری دسته‌بندی ها در قالب کتاب برای اندروید تولید میکنه با ظاهری متفاوت و سلیقه خودتون و یه سری اطلاعات و صدا و خیلی چیزهایی که نرم افزار تو خودش کنترل. برای راه اندازی این نرم افزار باید طبق مطالبی که تو دانلود برنامه گفتم باید نرم افزار framework.net نسخه 3.5 رو نصب کنین که خیلی ساده است. نرم افزار جاوا JDK خیلی مهمه، برای خروجی کتاب لازم داریم. این رو هم دانلود میکنین، نصبش میکنین و در صورتی که در نصب موفق شده باشین بستگی به پلتفرمتون یعنی 32 بیتی یا 64 بیتی تو پوشه مورد نظر نصب میشه. برای من تو پوشه هم 32 رو دارم هم 64 رو. ببین تو پوشه پروگرام فایل جاوا، پوشه JDK یعنی من جاوا JDK که نصب کردم این هست. ما این رو لازمش داریم تو ادامه آموزشی. خب فرض کنیم که جاوا رو نصب کردیم. اگه جاوا به صورت اتوماتیک به ویندوز معرفی شده باشه خیلی خوبه، یعنی شما 60% راه رو رفتیم. برای اینکه بدونین چطور جاوا اسکریپت JDK معرفی شده به ویندوز یا نه، کافیه که از من استارت ران عبارت cmd رو بنویسین و این قسمت جاوا رو تایپ کنین. اگه کامندایی که جاوا رو داره رو نشون بده معنیش اینه که معرفی شده و موفق شده. ولی اگه چنین پیامی رو فرض کنید ببینید میگه که چنین کامندی نیست، اگه چنین کامندی رو در واقع خطایی رو بده جاواتون نصب شده ولی معرفی نشه. برای این کار معرفی کردن ما از توی نرم افزار این عمل رو انجام. خب نرم افزار رو ببینید من باز کردم. محیطش فارسی خیلی راحته، نیازی نیست تمرکز یا مانور زیادی بدیم روی گزینه‌ها. من فقط شرح مختصری از گزینه‌ها رو میگم. خب ببینید تو تنظیمات ببینید مسیر JDK رو خود برنامه شناسایی کرده. اگه شناسایی کرده که خیلی خوبه، شانس آوردید. ولی اگه نباشه کافیه که این گزینه رو انتخاب کنید و مسیر جاوا رو برین داخل JDK و این مسیر رو کپی کنید و در این قسمت پیست کنید و بعد اون معرفی به ویندوز رو انتخاب کنید. در این صورت جاوا JDK باید معرفی شده باشه به ویندوز. خب اگه احیانا نتونستین هیچ کدوم از این کارها رو انجام بدین کافیه که تو این قسمت مرحله نصب رو انتخاب کنیم. مرحله نصب من رو ببینین این مرحله نصب پروژه است. ببینین تو پوشه APK Tool و تو قسمت APK Tool.bat کلیک راست کنین، با نوتپد بازش کنین و تو این جاوا مسیر این JDK رو بهش بدین. ببینین یعنی ببین جاوا JDK بین، ببینین java.exe رو پیدا میکنین به این شکل. این رو کپی میکنم مسیر رو، قبل این می‌نویسم یه اسلش هم میذارم به این شکل که برای خروجی کتاب دیگه به مشکل برنخوره. خب من این رو پاک میکنم به این شکل. خب فرض کنیم همه کارها رو انجام دادیم و میخوایم کتاب رو درست کنیم. خب از منوهای سمت راست پروژه جدید برای در کتاب جدید است. باز کردن پروژه در صورتی که ببینیم در صورتی که اینجا پروژه باز باشه، یعنی در واقع داشته باشیم، لیستش رو نشون میده این شکل که با کلیک کردن روش میتونیم پروژه رو باز کنیم. اگه این تیک رو هم بزنیم و پروژه رو انتخاب کنیم، با هر بار برنامه بالا اومدن در واقع باز شدن همون پروژه آخری رو که تیک زدیم و انتخاب کردیم رو خودش باز میکنه. خب حذف کردن پروژه هم این پروژه‌ای که در حال حاضر روش کار میکنیم رو حذفش میکنه. نسخه برداری هم فرض کنیم ما هست همین کتاب داستان‌های بورلو خواهیم نسخه دیگه داشته باشیم با اسم دیگه، کافیه که نسخه برداری رو انتخاب کنیم
و اوکی. ببینید حالا تو قسمت باز کردن پروژه با اسم جدید باز شد و همین رو باز میکنم. سرفصل جدید تو ادامه توضیح میدم. پیشنمایش کتاب برای نمای ظاهری است کتاب رو بهتون نشون میده که قراره چه ظاهری داشته باشه، چطور باشه. نسخه دمو هم برای اینکه از کتاب نسخه دمو انتشار بدین از این گزینه استفاده کنید. این گزینه فقط از هر سرفصل دو موضوع رو نشون میده که میشه دمو. بقیه‌اش رو از نسخه اصلی کتاب باید خروجی میدید. تنظیمات هم که گفتم بهتون این قسمت هستش. راهنمای برنامه تو سایت هست که همون فیلمی که شما هم دانلود کردین. ارتباط با ما خیلی خوشحال میشیم. به ما نظراتتون رو بفرستین و ما رو مطلع کنید. خروج هم که برای خروج از نرم افزار هست. خب پروژه جدید رو باز میکنم. اسم پروژه رو میدم بوک. اسم پکیج اندروید رو اگه ساختار اندروید آشنا باشین این نام پروژه همون اسم پکیج ما هستش. یعنی سعی کنین اسم درست و جای رو. نام عنوان کتاب هم عنوان کتاب است که قرار بالای کتاب نمایش داده بشه. فرض کنین کتاب صادق مثلا هدایت یا داستان کتاب‌های صادق هدایت بشه. نام تهیه کننده اسمتون رو، محتوای کتاب چیزی که قرار داخلش باشه، کتاب‌های صادق و آثار. در واقع توضیحاتی هست که نسخه کتاب خیلی مهمه. این عدد اولی که شما میدین به عنوان نسخه کتاب انتخاب میشه. یعنی اگه ما این پروژه رو سیو کردیم، خروجی دادیم و سری بعد که خواستین تغییرش بدین، نسخه جدید بدین، این رو حتما تغییر بدین عدد اول رو. بقیه مهم نیستش، در واقع یه جور ظاهری هستش، پس این رو فراموش نکنید. نوع منو هم جدولی و دایره است. جدولی به صورت گراید هستش به این شکل، یعنی جدولی. منوی دایره‌ای هم به صورت منوی دایره‌ای وار هستش که به صورت دایره نمایش داده میشه. همینطور ما میتونیم از قسمت کدام منوها باشن منوهایی که مثل منو درباره ما، تنظیمات یا ارتباط با ما رو حذفش کنیم، نشونش ندیم. آیکون کتاب هم که آیکونی که قراره تو برنامه اندروید در واقع سیستم عامل اندرویدتون تو منوها نمایش داده بشه، از این آیکون استفاده میکنه که از منوی در واقع دکمه انتخاب وارد میشم، میرم آیکون مورد نظرم رو به این شکل فرض کنید انتخابش میکنم. آهنگ زمینه هم در صورتی که بخواید آهنگ در زمینه کتابتون پخش بشه کافی از گزینه انتخاب رو بزنید و فایل رو با فرمت mp3 رو بهش بدین که پس زمینه کتابتون کنید. از این قسمت پلی هم میتونید پخشش کنید یا استوبش کنید. گزینه حذف صدای کلیک هم اگه تیک بخوره صدایی که برای منوهای تو برنامه در واقع کتاب استفاده میشه حذف میشه و پخش نمیشه. ولی اگه نزده باشین به ازای هر کلیک در برنامه یا همون کتاب به صدای پخش میکنه. آدرس وبسایت هم آدرس همون سایتی که قراره پشتیبانی بشه یا اینکه از اون قسمت آپدیت بشه. ببین اینجا لازم نیستش http رو وارد کنید. کافیه که بنویسین اسم سایت رو app.org یا مسیر بانک رو بدید که قرار آپدیت بشه یا آدرس سایت. سعی کنید که آدرس بانک رو بدین که از توی کتابچه بشه آپدیت شد. فرض کنید به این شکل هستش. خب حالا شاید این سوال باشه که براتون این کتاب بانک کجاست؟ این بانک رو هم بعد اینکه پروژه رو درست کردم میگم بهتون کجاست. این هم ایمیل هستش و شماره تماس. خب ذخیره رو میزنیم ببین پروژه این تب ها فعال شدن میتونیم کتاب درست کنیم. خب این بانک رو فراموش نکردم بهتون بگم. ببین تو تنظیمات محل نصب اسم پروژمون بودش بوک بولو. من میرم تو این پوشه بوک بولو. ببین این فایل بانک رو تو سایتتون قرار بدین که وقتی از کتاب بهش ارجاع داده شد این رو برگردونه و کتاب خودش آپدیتش میکنه. به همین سادگی. خب اینجا رو که انجام دادیم بریم قسمت محتویات کتاب. من از این منو سرفصل جدید یا از این قسمت سرفصل درست میکنم با عنوان
تنز که نداره داده، ولی من همون تنز رو میدم. تو قسمت تصویر مورد نظر رو براش انتخاب میکنم. به این شکل. همینطور میتونم رمزم بدم اینجا. خواستی رمز بدین اینجا واردش کنیم. فرض کنیم من 1 رو میدم. ببینید ببینید سرفصلی که من اینجا درست کردم نشون داده میشه. خب دوباره اینجا نام سرفصل جدید، حکایت، تصویر. این شکل میتونین تصویر رو هم نمید وسط. میتونین ببینین من اینجا که کلیک میکنم این قسمت تصویر رو هم دارم. میتونین با ضرب در تصویر رو برش داریم یا اینکه از این انتخاب دوباره تصویر رو چنجش کنیم، عوضش کنیم. خب من سرفصل رو اگه بخوام تغییر بدم میتونم از این قسمت ببینید این رو بزنم و یس تغییرات رو انجام بدم. یعنی بتونم رمز بدم یا تصویر رو عوضش کنم. خب حالا میخوام متن وارد سرفصل کنم. کافیه که اینجا عنوان مطلب رو بدم. این شکل متن رو اینجا وارد کنم. و همینطور از این قسمت میتونم استایل بدم بهش. این شکل میتونم رنگ بدم بهش یا هر چیزی که به ذهنتون برسه. همینطور میتونم از این قسمت عکس وارد کنم. ببینید این گزینه رو انتخاب میکنم، به روز و اوکی. ببینید عکس رو واردش کردم. این شکل. و همینطور لینک. ببینید میتونم این رو کلیک کنم یا این شد رو و اینجا قسمت لینک بدم. این شکل. در واقع میتونیم استایل هایی که تو هم ورد رو داریم رو اعمال کنیم به این. و همینطور ریت بندیش کنم. بگم رتبه 4 دارم. انتخاب میکنم سرفصل و ثبت مطلب رو وارد میکنم به این شکل. حالا اگه رو گزینه ها موضوع ها کلیک کنیم محتویاتش رو داریم اینجا. اگه خواستین تغییرش بدین یه موضوعی رو فرض کنید متن جا گذاشتین، فرض کنید این رو اضافه کردم و تو این قسمت ذخیره رو میزنم. ببین چنجی که در واقع تغییراتی که انجام داده رو سیو میکنم. خب این در واقع کادری که اینجا داریم می‌نویسیم رو بزرگترش میکنه تا مسلط‌تر بشیم به کادر و دوباره همین رو میزنیم کوچکتر میشه. دوباره برای حکایت هم همین شکل میتونم اینجا اینو میزنم کل مطالب پاک میشه و دوباره این شکل متن رو وارد میکنم و سرفصل رو انتخاب میکنم و ثبت مطلب. حالا اگه بخواین ریتش رو هم عوض کنین کافیه که اینجا کلیک کنید و این رو ریتش رو 2 بدید، این رو 4 به این شکل. و اگه خواستین دوباره تغییر هم بدین گفتم خواستین تغییرات این ماشه کافیه که این سیو رو انتخاب کنید به این شکل. خب اگه هم برای سرفصل متنی رو در واقع تصویری رو اعمال نکنید خودش تصویر پیش‌فرض رو اعمال میکنه. من روی این ضبط کلیک میکنم تصویر سرفصل حذف میشه. ببینید به این شکل. با این گزینه هم ضبط در یعنی دیلیت میتونم سرفصل یا موضوع رو حذفش کنم. کافی روش کلیک کنم و این رو بزنم و در صورت انتخاب یس گزینه مورد نظر حذف میشه. با اینها هم جهت بالا پایین میتونم مثلا درباریان رو به زیر مجموعه طنز انتقال بدم. کافیه که جهت بالا رو بدم. یا اگه بخوام شاور دربارش رو به حکایت وارد کنم کافیه جهت پایین رو انتخاب کنم. این گزینه هم برای آمارگیری هستش. تعداد صفحه‌های ثبت شده
مثل اینکه اشتباه شده تو این قسمت، این رو مشکل رو حلش میکنه. تعداد سرپس ها رو میده و تعداد تاپیک ها رو که این مشکل رو حل میکنه. تو قسمت ظاهر کتاب هم میتونید منوهایی که برنامه هستش رو سفارش کنید. کافیه روش کلیک کنید، تصویر مورد نظر رو پس اینجور این برای تصویر مورد نظر مثلا نشان شده یا علاقمندی یا این تصویر. اگه خواستین حذفش کنین کافیه که ضبط رو انتخاب. و برای صفحه خطی مطالب چیزی که قراره ببینید تو پیشنمایش خطی که قرار اینجا نمایش داده بشه رو میتونم عوض کنم. روش کلیک میکنم و تصویر رو میدم. ببین تصویر مورد نظر عوض شد. میتونم روی ضبط کلیک کنم و دوباره حذفش کنم. ظاهر کتاب بقیه هم آیکون های که توی برنامه استفاده شده رو میتونین تغییر بدین. کافیه رو آیکون مورد نظر کلیک کنین، تصویر رو بهش بدین و تغییرش بدین. اگه هم کنسل رو انتخاب کنین میگه که مایلید که تصویر فعلی رو یعنی تصویری که خودتون وارد کردین رو حذف کنین. اگه یس رو بزنین حذفش کنین. این نوع که هیچ. و همینطور کل تصویرها رو کافیه که روش کلیک کنیم و تصویر رو عوضش کنیم و با ضبط هم که میتونیم پاکش کنیم. انتخاب فونت هم فونتی که توی برنامه برای منوها استفاده میشه رو میشه تغییر داد. دقت کنید برای متن در واقع موضوعات نیستش، برای در واقع فونت منوها استفاده میشه. محصولات هم اگر کتاب هایی قبلا درست کردیم یا تو سایت هستش رو میتونید از این قسمت وارد کنید. پس این داستان های یا آدرس رو میدین اینجا و تصویر رو هم انتخاب میکنیم. این هست تصویر. ببین تصویر باید 62 در 62 باشه. خب من اینجا این اندازه استاندارد نیستش، این رو انتخاب میکنم و ثبت. برای اینکه ثبت کنم اینجا من محصولاتی که وارد کردم رو نشون میده. دوباره یکی دیگه تصویر و ثبت. این رو هر موضوعی که من کلیک میکنم تصویر رو هم اینجا نشون میده. این هم از این. متفرقه هم راهنمایی که قرار اول برنامه که کتاب نمایش داده بشه تو این قسمت وارد میکنیم. میتونی منابع، آدرساتی، هر چیزی که نیاز باشه برای کاربر رو این قسمت وارد. نمایش منو هم همینجا که گفتم بهتون روی نوع دایره‌ای. اگه جدولی رو انتخاب کنم غیر فعال میشه. اگه دایره رو انتخاب کنم میتونم سفارشش کنم، بگم درباره ما رو، محصولات ما رو و تماس با ما رو، با خروج رو میخوام، بقیه رو نمیخوام. اینا رو برمیدارم، اگزیت رو میخوام و جستجو رو هم میخوام بینشه. و اینجا رو هم بگم فرض کنیم منابع اینترنت بینشه. ذخیره رو وارد میکنم. ببین حداقل باید 50 کاراکتر باشه. فرض کنیم من 50 کاراکتر رو به این شکل میدم. سیو شد. و تو قسمت بازیابی کتاب معرفی اگه خودتون برنامه نویس باشین میتونین کتاب رو سفارشی کنین، کدش رو تغییر بدین و از این قسمت معرفی کتاب فایل رو بهش بدین و کتاب رو معرفی کنه تا از اون کتابی که شما درست کردین استفاده کرده باشین. گزینه‌های دیگه هم توضیح نیاز نیستش و همینجا کتاب رو در واقع خروجی میگیریم از قسمت نسخه اصلی کتاب. رو کلیک میکنم و اوکی، مسیر رو بهش میدم، اسمش رو میذارم، منتظر میمونم که خروجی رو بگیره. خب ببین اوکی رو که میزنم، پوشه‌ای که
فایلتون ذخیره شده رو باز میکنه و اون فایلی رو هم که ما بهش اسمش رو دادیم. اگه این فایل نباشه مشکل از JDK-تون هست، باید JDK-تون رو چک کنید و این برنامه رو در واقع فایل رو میفرستید به گوشیتون، نصبش میکنین تا ببینین چیزی که ساختین هست. خب امیدوارم که مشکلی نداشته باشین. در صورتی که مشکل داشتین میتونین نرم افزار تیم ویور رو نصب کنین و کد و رمزی که به شما میده رو به ما بدین و ما حل میکنیم مشکلتون. امیدوارم موفق باشید.